در گوشی از الاغ با سبک ولایت. خطیب جمعه تهران با اشراف به این نکته که الاغند هیچ چیزی را بالاتر از اسب در برابر الاغ ندانسته است، از لزوم ولایت شک و گاواهنی در جامعه سخن گفت. آیت الله آدولف آلمانی با اشاره به دور جدید مذاکرات هسته‌ای گفت: شما آبروی ما فاشیست ها را هم بردید. فکر عمامه خودتان نیستید، فکر استاد ما امام راحل در جهنم باشید. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. امام جمعه موقت تهران مذاکرات اخیر ژنو را مایه خاکبرسری جمهوری اسلامی و تاریخ فاشیسم خواند و گفت: بابا اون موقع که ما با چمبرلند مذاکره کردیم اون به زانو اومد سمت ما، اما شما دارید سینه‌خیز میرید دستبوس 5+1. دیگه شور زهرخوری رو هم در آوردید. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.